سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به قسمت دهم کتاب تاریخ تبری خوش اومدید. سلام، خوب و خوش باشید. به کانال ما خوش اومدید. تو این قسمت قرار داستان حضرت لوط رو براتون تعریف کنیم. لوط پسر هاران، پسر تارخ، برادرزاده حضرت ابراهیم بود. لوط پس از اینکه در بابل به خدای ابراهیم ایمان آورد، همراهش شد و به سرزمین شام و بعد به مصر رفت. بعد از اون ابراهیم در فلسطین مقر گرفت و خداوند لوط رو پیامبر کرد و به سوی قوم سدوم در اردن فرستاد. قوم سدوم کافر و اهل فحشا بودند. چنان که در قرآنم اومده اونا کار زشتی میکردن که هیچ یک از جهانیان قبل از اونا نکردن. اونا پیش مردان میرفتن و در جمعهاشون و محافلشون کارهای ناروا میکردن. اونا راهزنی میکردند و با هر مسافری که از دهکدهشون میگذشت عمل زشت میکردن و کتکش میزدن و اذیتش میکردن. گفته شده قبل از قوم لوط هرگز نری با نری جفت نشده بود. لوط اومد و اونا رو به پرستش خدا دعوت کرد و بهشون گفت دست از کارای ناروا و راهزنی و لواط بردارن و اگه این کاراشون رو ادامه بدن و توبه نکنن عذاب بزرگی میبینن. ولی تهدید لوط مؤثر نبود و هرچه بیشتر اونا رو به خدا دعوت میکرد اصرارشون برای کارهای زشت و ناروا بیشتر بود و به لوط میگفتن که اگه راست میگی عذاب خدا رو بیار. چون کارشون به درازا کشید و تو گمراهی خودشون اصرار کردن، لوط از خدا کمک خواست. وقتی خدا اراده کرد که این قوم رو هلاک کنه و پیامبر خودش رو یاری کنه، جبرائیل رو با 2 فرشته دیگه، یکی میکائیل و دیگری اسرافیل فرستاد. گفته شده فرشتگان پیاده و به صورت مردان جوان اومدن. اونا اول پیش ابراهیم رفتن و مژده اسحاق و یعقوب رو به ابراهیم و ساره دادن. وقتی ابراهیم فهمید مهموناش فرشتگان هستن و برای هلاک قوم لوط فرستاده شدن، به فرشتگان میگه آیا دهکده‌ای که 4000 مؤمن در اون هست رو هلاک میکنید؟ فرشته ها میگن اگر در دهکده‌ای 40 نفر باشن که عبادت خدا کنن و به خدا ایمان داشته باشن، عذاب از اونا برداشته میشه. ابراهیم که از حال قوم لوط از زبان فرشته ها با خبر میشه، میگه لوط اونجاست، من نگرانشم. فرشته ها میگن ما بهتر میدونیم چه کسی اونجاست. او را با همراه خانوادهش نجات میدهیم. روایته که فرشته ها به دهکده لوط رسیدن و لوط را دیدن که در زمینش مشغول کاره. گفته شده که خدا به فرشته ها گفته تا زمانی که لوط بر ضد قومش حرف نزده، قوم را هلاک نکنید. یه روایت دیگه میگه که خدا به فرشته ها گفته که اگر لوط 4 بار ضد قومش حرف زد، اجازه دارید هلاکشون کنید. بالاخره فرشته ها میرن پیش لوط و میگن امشب مهمان توییم. لوط به اونا نگاه میکنه و میگه مگه شما نمیدونید مردم این دهکده چه عادتی دارن؟ از کار این قوم خبر ندارید؟ فرشته ها میگن کار اونا چیه؟ لوط میگه به خدا بدکاره ترین آدم های روی زمین هستن و این حرف رو 4 بار تکرار میکنه. لوط اونا رو به خونه میبره و کسی جز اهل خونه خبر نداشته. زن لوط میره قومش رو خبر میکنه. میگه در خونه لوط مردانی هستن که تا حالا خوش صورتتر، خوشبوتر و سفیدتر از اونا ندیده. قوم لوط دوان دوان میان پیش لوط و میگن مگه نگفته بودین مردان را مهمان نکنی؟ لوط میگه از خدا بترسید و منو جلوی مهمونام سرشکسته نکنید. این دختران من برای اون چه که شما میخواید پاکیزه ترن. اونا میگن ما به دخترات حقی نداریم و خودت میدونی که منظور ما چیه. لوط میگه کاش یارانی داشتم و یا به پشتیبانی قومی متکی بودم و میتونستم مانع کار زشت شما در حق مهمونان بشم. وقتی لوط این حرفو میزنه فرشته ها میگن پشتیبان تو قویه. ما فرستادگان خداییم و اونا به تو دست پیدا نمیکنن. شبانگاه خانوادت و همراه خودت ببر و کسی از شما به پشت سرش نگاه نکنه. روایت وقتی لوط فهمید مهموناش فرشته های خداوندن و برای هلاک قومش اومدن، گفت همین الان نابودشون کنید. اونا گفتن وعده ما صبحه و صبح نزدیکه. وقتی قوم لوط به جبرائیل نزدیک شدن، جبرائیل با بال خودش به اونا میزنه و اونا کور میشن و بدترین شب عمر خودشون رو میگذرونن. روایت جبرائیل بال خودش رو در زمین فرو میبره و بعد از جا میکنه و بالا میبره و 4 دهکده قوم لوط که هر کدوم 1000 نفر بودن رو وارونه میکنه و زیر و رو میشن به طوری که اهل آسمان آواز خروس و عوعو سگاشون رو میشنیدن. بعد از اون بارونی از سنگ بر سرشون میباره و باقی مانده اونا با سنگ هلاک میشن.
گفته شده وقتی لوط با خانوادش از دهکده بیرون میرفتن، زن لوط صدای عذابو میشنوه و به پشت سرش نگاه میکنه. سنگی بهش میخوره و میمیره. ساره همسر ابراهیم میمیره و ابراهیم پس از اون یه زن دیگه میگیره. از اون صاحب 6 پسر میشه که با اسحاق و اسماعیل 8 پسر داشته. روایت مال و خدم ابراهیم بسیار بوده. اولین کسی بوده که مهمانی زیاد میگرفته. اولین کسی بوده که موهاش هم بر اثر پیری سفید شده. ابراهیم اسماعیل و اسحاق رو پیش خودش نگه داشت. بقیه پسراش رو به شهرهای دیگه فرستاد. پسراش اعتراض میکنن چرا این کار رو کردی؟ ابراهیم هم میگه اینطوری به من فرمان دادن. چند تا از نامهای خدا رو به پسراش یاد میده که با کمک اون آب پیدا کنن و موفق شدن. مردم به اونا میگفتن این کسی که این نامها رو به شما یاد داده باید بهترین مردم زمین یا شاه زمین باشد. ابراهیم از خدا خواسته بود که جونش را نگیره تا وقتی که خودش آرزوی مرگ کنه. خدا میاد و فرشته مرگ رو به صورت پیری فرتود به طرف ابراهیم میفرسته. ابراهیم که مهمان زیاد داشت و به همه غذا میداد، پیر رو مهمان خودش میکنه، بهش غذا میده. پیر که میخواسته لقمه رو به دهنش ببره، به چشم و گوشش میبرده تا به دهنش میگذاشته. وقتی لقمه به شکمش میرسیده از اون بیرون میزده. ابراهیم به پیر میگه چرا اینطوری هستی؟ پیر میگه از پیریه. ابراهیم میگه چند سال داری؟ پیر سنشو 2 سال بیشتر از عمر ابراهیم میگه. ابراهیم میگه 2 سال از من بزرگتری، یعنی 2 سال دیگه من اینجوری میشم؟ پیر میگه بله. ابراهیم میترسه و میگه خدایا منو زودتر پیش خودت ببر. پیر که فرشته مرگ بوده بلند میشه و جونشو میگیره. گفته شده ابراهیم 200 ساله بوده که میمیره و 20 صحیفه داشته. روایت از پیامبر میپرسن که صحیفه های ابراهیم چی بوده. پیامبر میگه همش مثال بود، با خطاب که ای پادشاه مسلط، من تو رو نفرستادم که دنیا فراهم کنی، ولی فرستادم که داد مظلوم بگیری، همونطور که منم میگیرم، حتی اگر کافر باشند. هر که عقل خود رو از دست نداده باشه، باید برنامه ریزی و ساعتها داشته باشه. ساعتی که با پروردگارش مناجات کنه، ساعتی که در کار خدا و آفرینش خدا فکر کنه، ساعتی که به محاسبه خودش بپردازه که چه کارهایی کرده، و ساعتی هم برای به دست آوردن خوردنی و آشامیدنی حلال تلاش کنه. عاقل باید 3 کار کنه. برای آخرتش توشه بگیره، زندگی و معاش خودش رو سامان بده و دنبال لذت حلال باشه. عاقل باید روزگار خودش رو بشناسه و شأن خودش رو بدونه و زبان خودش رو نگه داره. ابراهیم 2 تا برادر داشته. یکی هاران و دیگری ناهور. هاران پدر لوط بوده. ناهور پدر بتویل و بتویل پدر لابان و رفقا بوده. لابان و رفقا 2 خواهر بودند که لابان مادر لیا و راحیل بوده و رفقا زن اسحاق پسر ابراهیم و مادر یعقوب بوده. اسماعیل پسر ابراهیم 12 تا پسر داشته. 2 تا از پسراش به نامهای نابت و قیدار یا قیدر جد عرب بودن. اسماعیل پیامبر میشه و خدا او رو به سوی غارنشین‌ها و قبایل یمن میفرسته. بعضیا میگن اسماعیل 300 سال عمر کرده و بعضی دیگه میگن 137 سال عمر کرده و در هجر نزدیک قبر مادرش به خاک سپرده میشه. اسحاق با رفقا یا ربکا نوه عمویش ازدواج میکنه. وقتی اسحاق 60 ساله بوده یعقوب و عیس که 2 قلو بودن به دنیا میان. عیس اول به دنیا میاد و نامش را عیس میگذارن که عصیان کرده و زودتر به دنیا اومده. یعقوب در شکم مادر درشتر بوده، اسمش را یعقوب میگذارن که عقب عیس یا پشت عیس به دنیا اومده. 2 پسر بزرگ میشن. یعقوب پیش مادر عزیزتر بوده و عیس پیش پدرش یعنی اسحاق عزیزتر بوده. به یعقوب اسرائیل هم میگفتن، به عیس آدم هم میگفتن چون رنگ خاک بوده. وقتی اسحاق پیر میشه و نابینا میشه، به عیس که شکارچی بوده میگه پسرم گوشت شکاری به من بخوران و نزدیک بیا تا تو را دعا کنم، همون جور که پدرم منو دعا کرد. میگن عیس پرمو بود و یعقوب مو نداشته. عیس برای شکار بیرون میره و مادرش که حرفای اسحاق رو شنیده بوده به یعقوب که براش عزیزتر بوده میگه به طرف گله برو، بزی سر ببر و بریان کن، پوستش رو بکن به تن کن و پیش پدرت بیا، بگو من عیسم. یعقوب همین کار رو میکنه و پیش پدرش میاد و میگه پدر بخور. اسحاق میگه تو کی هستی؟ یعقوب میگه من پسر تو عیسم. اسحاق لمسش میکنه و میگه لمس عیسه، اما بوی یعقوب داره. مادر میگه این پسرت عیسه، او را دعا کن. اسحاق میگه غذا تو بیار.
یعقوب غذاشو میاره و اسحاق از اون میخوره و میگه نزدیک بیا. یعقوب نزدیک میشه و اسحاق رو دعا میکنه که پیامبران و شاهان از نسل او باشن. یعقوب میره و عیس میرسه و به پدرش میگه شکاری که خواسته بودی آوردم. اسحاق میگه پسرم، برادرت یعقوب جلوتر از تو اومد. عیس عصبانی میشه و میگه به خدا یعقوبو میکشم. اسحاق به عیس میگه پسرم، یه دعا مونده، بیا برای تو بگم. و دعا میکنه که نسلش مثل خاک فراوان باشه و هیچ کس جز خودشون پادشاهشون نشه. مادر یعقوب که میترسیده عیس یعقوبو بکشه، به پسرش یعقوب میگه بره پیش خالش. یعقوب حرکت میکنه به سمت شهر خالش. در راه هوا تاریک میشه و شب میشه. و یعقوب کنار تخت سنگی به خواب میره و خواب میبینه که از بالای سرش تا یکی از درهای آسمان نردبانی نصب شده که فرشته ها بر اون بالا و پایین میرن. خاله یعقوب لابان یا لبان نام داشته و 2 دختر به نامهای لیا و راهیل داشته. یعقوب راهیل رو خیلی دوست داشته و میره پیش خالش و راهیل رو خواستگاری میکنه. خاله و شوهر خاله بهش میگن چیزی داری که در عوض عقد دخترمون بدی؟ یعقوب میگه چیزی ندارم ولی براتون کار میکنم. خالش میگه باید 7 سال برای من کار کنی. یعقوب میگه باشه، راهیل رو به همین شرط بهم بده و براتون کار میکنم. یعقوب 7 سال برای خالش چوپانی میکنه و وقتی مدتش به سر میرسه، شبانگاه لیا خواهر راهیل رو پیش یعقوب میفرستن. وقتی صبح میشه، یعقوب میره پیش خالش و میگه منو گول زدید و فریب دادید. 7 سال از من کار کشیدید و زنم رو بهم ندادید. لابان میگه کسی رو دیدی که دختر کوچکترش را قبل از دختر بزرگش شوهر بده؟ برای من ننگه، بیا 7 سال دیگه کار کن تا خواهر او رو بهت بدم. در اون زمان مردا 2 خواهر رو میتونستن به زنی بگیرن تا وقتی که موسی اومد و تورات بر او نازل شد. یعقوب 7 سال دیگه کار میکنه و راهیل رو بهش میدن. یا 4 تا پسر برای یعقوب میاره به نامهای روبیل و یهودا و شمعون و لاوی. راهیل هم یوسف و بنیامین رو به دنیا میاره. پس از به دنیا آوردن بنیامین از خونریزی میمیره. لابان هنگامی که 2 دخترش رو به یعقوب میداده، 2 کنیز هم به اونا داده بوده که به یعقوب بخشیدن. هر کدام از اونا 3 پسر برای یعقوب آوردن و یعقوب جمعاً 12 پسر داشته. یعقوب با زن و بچه‌هاش به خونه پدرش در فلسطین میره، ولی از برادر خودش عیس میترسیده. عیس با دختر عموی خودش یعنی دختر اسماعیل که بسمه نام داشته ازدواج میکنه. اونا به شام میرن و فرزندانشون اینقدر زیاد میشن که در شام بر کنعانیان پیروز میشن و به طرف دریا و ناحیه اسکندریه و سپس دارم پیش میرن. به عیس آدمم میگفتن چون رنگش به رنگ خاک بوده. به همین دلیل به فرزنداش اصفر یا زرد میگفتن. وقتی یعقوب پس از چند سال به شام برمیگرده، از عیس میترسیده ولی عیس باهاش آشتی میکنه و به یعقوب زمین میده و از شام میره و در روم اقامت میکنه. روایت که شاهان یونانی از نسل او هستند. اسحاق در سن 160 سالگی میمیره و یعقوب و عیس او را نزدیک پدرش ابراهیم در کشتزار حبرون به خاک میسپارند. تو این قسمت تا صفحه 156 کتاب رو براتون تعریف کردیم. امیدواریم که از این قسمت هم خوشتون اومده باشه. انتقاد و پیشنهاد و نظری دارید حتما برامون بنویسید. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. در پناه حق.